زنی از شوهرش خواست برایش شانه خریداری کند. مرد که بسیار فقیر بود گفت پول ندارم. اگر پول می داشتم دسته ساعتم را نیز تعمیر می کردم. هر دو خاموش ماندند. بسیار زندگی وزنین داشتند. مرد روز مجبور شد و به بازار رفت و خواست ساعت را فروشد و برای همسرش شانه خریداری کند. ساعتش را با یک نرخ ناچیز فروخت و برای همسر شانه خریداری کرد. بگاه وقتی که خانه آمد دید که همسر انا همان مویهای درازش را تراشیده فروخته است و برای شوهر خودش دسته ساعت خریداری کرده است. این است عاقل‌داری. این است محبت بین زن و شوهر. امروز نفرانی هستند، نفرانی پیدا می شوند، پول دارند ولیکن برای همسرشان برای یک چیز را خریداری کردن بخیلی می کنند. لیکن برای دوستان همه وقت پول هست. برای دیگر کارها همه وقت پول هست. برای وزنین شود همه گم عروس بازی همه وقت پول هست. دوستانم، برادرانم، آن همسر شما است، آن زن شما است، آن مادر کودکان شما است. آن مادری هست که برای نفرانی که در پیری شما دست شما را میگیرد شیر میدهد، به وایه میرساند. محبت دهید به زن. ارزانی دارید، همه چیزتان را ارزانی دارید. عزیزان دل، از ما تنها گفتن است و عمل کردن از خود شما وابسته است. خداوند نگهبان هر یک عائله تاجیک باشد.